قرآن 3 دشمن اصلی برای مؤمن معرفی کرده. یکیش درونیه، 2تاش بیرونی. اولیش نفس اماره است، دومیش شیطانه، سومیش اولیاء الشیطانه. و این 3 با هم دست به دست هم میدن، یک ائتلاف شیطانی رو بر علیه مؤمن تشکیل میدن. اگرم به لحاظ شدت خطر بخوایم رنکینگ کنیم، اول نفس اماره است، دوم اولیاء الشیطان، سوم خود شیطان. اولیاء الشیطان از خود شیطان خطرناکترند. کار اینا چیه؟ صد عن سبیل الله. کارشون اینه که راه رو بر تو ببندند، خاکریزها و راه بندانهای معینی رو بر سر تو، راه تو بنهند تا تو رو از حرکت باز دارند و تو به عنوان یک انسان مسلمان وظیفه داری که با بکارگیری همه توش و توانت این راه رو باز کنی و مسیرت رو ادامه بدی و این مفهوم جهاده. گاهی دشمن راه رو با خاک میبنده، شما احتیاج به لودر دارین. گاهی دشمن راه رو با تانک میبنده، احتیاج به RPG دارین. گاهی با آتیش میبنده، احتیاج به آتیش خاموش کن دارین. امروز عنصر اصلی صد عن سبیل الله فرهنگه و لذا ابزاری که ما باید به کار ببریم برای باز کردن این مسیر باید از جنس همون وسیله صد عن سبیل الله بشه. و لذا اصلا میدان جنگ و ابزار جنگ و مفهوم جنگ کاملا تو این 4-5 دهه تغییر پیدا کرده. امروز دیگه شاید عرصه اصلی جنگ گوشی‌های موبایله که دست بچه‌های ماست، تبلت‌هایی که دست بچه‌های ماست.